مشتری سانتافه میاد پلود میگه آقا ماشین رو توی شیب گذاشتم، EPB رو گرفتم فعالش کردم، حالا میخوام آزادش کنم، چرخام قفله و دکمه EPB شروع کرده پشت آمپر لوگوش به صدا دادن. اینجا باید 2 تا کار انجام بدی. 1 به صورت اضطراری ترمز دستی رو غیر فعالش بکنی، 2 بیاریش در مغازه تعمیرش کنی، اونم یادت میدم. خب محل نصبش اینجاست، روی اکسل عقب داخل خودروی جنسیس و خودروی سانتافه. تو خودروی جنسیس یه روشی رو یاد میدم، یه ابزار مخصوص توی جواچارش گذاشته بابت همین قضیه. بهت گفت آقا ترمز دستی غیر فعال شده، حواست باشه این بلا سر من اومده سر شما نیاد. 2 تا تو شیب اکثرا 2 تا سنگ میذاری جلو عقب ماشین و سیستم EPB به صورت اضطراری آزادش میکنی. تا آزادش کردی اگه ماشین تو این باشه ماشین میره. پس حواست باشه شما حتما باید سنگ بذاری جلوی لاستیک بعد آزادش کنی. اما توی سانتافه هیچ راهی نداری، باید اینو بازش بکنی. یعنی